اینجا طبیعت زیبای ناحیه خوالینگ است، مکانی که در فصل بهار باز هم دیدنی تر می‌گردد. همساله در دامان کوههای سرسبز و زیبا مردم این دیار پهلوان پرور مسابقات گوشتینگیری را تشکیل می‌دهند که امسال نیز عنعنه میدانداری ادامه یافت. با تشبث صاحبکاران محلی و اشخاص وطندوست در یکجایگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خوالینگ مسابقه بین المللی عاید به گوشتین ملی گوشتینگیری راه اندازی کرده شد که پهلوانان از کشورهای ازبکستان، قزاقستان و روسیه و قرقیزستان شرکت نمودند. آغاز چوربینی مذکور از قدرشناسی استادان مسابقه‌داران و پهلوانان پیشین شروع گردید. یک زمره از اشخاص عزتمند و قدرشناس که عمر خود را صرف تربیت ورزشکاران کردند با مکافات پولی و لباس‌های ملی، جامه و طاق سرفراز گردانده شدند که این روند همچون نشانه احترام و ارزش‌گذاری به زحمت این طبقه جامعه ارزیابی می‌گردد و می‌تواند در نهاد جوانان و نورسان انگیزه الهی بخشد. همزمان با چند تن از پهلوانان موفق کشور نیز مکافات پولی‌ها تقدیم کرده شد. شهر نویای توبه مرکز از ریگر، از کرغانتپه، از کلوب، از تمام رشت، از بدخشان همه سابقه‌داران در این مسابقه شرکت ورزیده و لذت برده و شهامت گوشتین ملی را از نو احیا گردانده شدند. گوشتین ملی شهرت شفقت جهانی بین المللی در بر گرفت. این است که تمام ورزشگران جمهوری ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، دیگر روسیه و دیگر مهمانان در این گوشتین با نفوذ ما شرکت ورزیده و نوروز عجب ما رو گلفشان می‌نمایند. چمپیونات جهان نزدیک شده شده است. من باوری دارم از بین این پهلوانان خوب به وایه میرسند و در این مسابقه شرکت می‌ورزند. چنان اطلاع گرفتیم از پهلوانان نورس سرکرده تا گوشتینگیران شناخته داخل و خارج و کارمندان ساختارهای قدرتی بیشتر از 700 داوطلب در این میدان نیروسنجی کردند. چون عنعنه نخست آغاز رقابت‌ها در اختیار پهلوانان نورس گذاشته شد. گفتند به مورد است که محبوبیت گوشتین ملی امروز در نهاد کودکان و نورسان خیلی جایگاه خاصه دارد و همیشه در چنین میدان‌ها هنر خود را نشان می‌دهند. تأسیس مکافات‌های ارزشمند از قبیل 6 افته گاو و اشتر، اسب و مال میده و مبلغ‌های کلان پولی باز هم انگیزه پهلوانان را بیشتر می‌کرد. حضور زیاد مخلصان و توجه و دستگیری آنها نسبت به پهلوانان نقطه علاهیده چوربینی مذکور بود. من زاده ناحیه شمس‌الدین شاهین، دهه داغستان، جماعت داغستان، حلیم بود صدرالدین. 86 سال دارم، خودم کسبه دارم، بسکشم چوانداز یزدم که مرا در بیرون ای دولتی توجان جمهوری تمام خارجی ها میشناسن. انا مدام تنگی آرامش بهترین نعمتی دنیا. تنی صحت داریم، با مدام تنی صحت کی باشه بالایدن. ای بله همه تنگی همون سیر پری و همه پهلوانان موفقیت آرزومندیم. کدام آدمی که بهترین در همین میدان بازی میکنه پروردگار ظفر اقبال روش بده و ساق سلامت و پیش فرزنداش به خانواده‌اش نصیب به تنی صحت برسونش. گوشتین ملی سنتی تا امروز با همان شهامت و زیبایی‌اش میان مردم محبوبیت داشته. بعد جهانی گردیدن این میراث اجدادی باز هم مسابقه‌ها پرزور کرده می شود. در ناحیه خوالینگ هم مسئله با رعایت عنعنات نیاگان میدان گوشتینگیری راه اندازی شده شماره زیادی پهلوانان را به هم می‌آورد. ساعت 11 مراسم افتتاح و قدرشناسی سابقه‌داران. البته ما در اینجا متصدی هستیم همچون سرداور
یعنی که ترتیب جای اول دمیسته در همه دور زمان انا 4 گلیم در 4 گلیم 4 قهرمانای بگیم هم تاجیک هم ازبک هم مثل منطقه‌های روسیه دیگه اشتراک میکنن دوباره درجه بین المللی ما در همینجا حضور دارن هر کدام میان یعنی که همین مسابقه را نظارت میکنن البته خود ما هم دائما در نظارت حرکت هستیم که یک مهمان که وطن ما اومد یکم اشتباه خطایی روی ندهد همین را با تکراران با واسطه اینا بگیم که نوارهای تکراری یعنی که حرکت میگیم که تکرار چی نشود خطا نشود خطا هم شود اصلاح کنیم این برای هر یک مربی برای هر یک ورزشکار بهترین چیزی که ما برای در سطح یک مسابقه بین المللی رفته اشتراک کردن چند قدر رسخادا دارم امروز ببینید که در همین وطن خودمون در همین سرزمین خودمون چقدر شرایط مهیا کردیم انا که شما شاهدید که از همین منطقه‌ای که نامبر کردم از همسایه‌ها از ازبکستان و قزاقستان منطقه روسیه دیگه هر کدامش علاوه شده با قوا پهلوانای تاجیک اولا قوا آزمایی میکنن بعد با در آینده اوش با ببینه برای کارمندان ساختارهای قدرتی که در منطقه‌های گوناگون کشور فعالیت می‌برند همساله در گوشتین خوالین گلیم علاویده معین کرده می‌شود که آنها هنر و مهارت خود را نشان می‌دهند چون توجه کردیم در برابر فعالیت پرثمر و خدمت در صف قواهای مسلح همزمان کارمندان مقامات قدرتی در سمت ورزش مخصوصا گوشتین ملی خیلی فعالند. امروز من در بین مقامات و ساختارهای قدرتی از قسم حربی 35 ریاست قشون داخل برآمد کردم با 3 حریف خود یعنی غالبیت به دست آوردم و در وزن تا 70 کیلوگرم سزاوار جای اول گشتم. بسیار یک رقابت سخت گذشت در اول با یکی از برادران خودم که در قسم حربی 35 با همراه خودم خدمت نمی‌کردم با همراه بودم و 2 رقیب دیگر از وزارت مدافعیت بود با آنها غالب آمدم و سزاوار جای اول گشتم صاحب توفایی گران ارزش گشتیم. در برابر خدمت امکان پیدا میشد که ما میتوانیم در مسابقه‌های سطح بیرون از جمهوری و در مسابقه‌های یعنی داخل جمهوری تاجیکستان برآمد کنیم و هم قسم حربی و ریاست قشون‌های داخل را معرفی نماییم. آیسته آیسته میدان گوشتین گرمتر میشد و پهلوانان شناخته داخلی خارج به میدان میبرآمدند. برای جالبتر شدن رقابت‌ها و پیدا کردن جفت‌های ارزنده طبق عنعنه اجدادی به نام چهره‌های موفق طبق گذاشته شد که این روند گوشتینگیران تاجیکستان را با همتایان خود از کشورهای ازبکستان و قزاقستان روبرو کرد. یادآور می‌شویم که سالهای اخیر تأسیس مکافات‌های عالی و توجه علایده به غالبان میدان گوشتینگیری دقت پهلوانان خارج را بیشتر کرده است و آنها به کشور ما تشریف می‌آورند و مسابقه‌ها را جالب‌تر می‌کنند. در این میان مسئولیت پهلوانان کشور بیشتر می‌شود. گوشتین بین المللی برگزار گشته ایستاده است که از
جمهوری همسایه ازبکستان، قزاقستان در اینجا اشتراک کرده ایستادند و یک تا تلویزیون تو در ساعت‌های اول گوشتنگیری یک تا مساوی کردم با یکی از پهلوان‌های شناخته حکومت محمود و باز در دوام گوشتین خوب آزمایی میکنیم. امیدواریم که تا شاهجایزه رقابت کنیم و به همه ورزشگران بردباری خوانیم بگذار بهترین ورزشگر غالب باید. در موسم جاری هنرنمایی من خیلی خوب بود و هفته گذشته در ناحیه تورمالی در یک امروز صاحب شاهجایزه شدم و در همه گوشتین ها صاحب مکافات های خوبی شده ایستادم و امروز هم باوری دارم که نتیجه ارزنده را به دست میارم. در ناحیه خوالینگ از قدیم تا امروز به گوشتین مردم توجه زیاد دارند و چندین پهلوانان موفق از این منطقه به اوج رسیدند. امروز نیز پهلوانان ناحیه خوالینگ تلاش میکردند که موفقیت‌های بیشتر را به دست بیارند. همه مردم رو بر سرزمینی بهشت آسای ناحیه خوالینگ خوش آمدید گفته و کوشش میکنیم که در این میدان همچون میزبان مردم رو شاد کنیم. این حال من با یک حریف خود از شهر کلوب پیروز شده و دوم حریف خود از ولایت کوهستانی بدخشان میباشد که این حال ما رو انتظار است که ما رقابت کنیم و مخلصان خود رو شاد کردیم. از یک ساعت نیم ساعت پس در اینجا بهترین ها معین شدن میگیرند و من خواهان اونم که کسی که در وقتی در تمرین گوشتین بسیارتر مهنت کرده بگذار آنها غلبه به دست بیارند. در ادامه تلاش و مبارزه برای کسب شاهجایزه‌ها شدیدتر می‌گردید. در میان ساختارهای قدرتی جهت کسب автомашина خورشید مجیدوف با منصور رحمان مبارزه بردند. سبقت 20 دقیقه نی آنها نتیجه نداد و مسئولین به خلاصه آمدند که مکافات عالی میان جفتی دیگر میرزا جمیل رمضانوف و نبی نورعلی گذاشته شود. یکی افسر دیگری سرباز قطاری رئیست قشون‌های داخلی میباشند. در مبارزه این دو پهلوان میرزا جمیل رمضانوف از تجربه غنی خود استفاده کرد و نبی نورعلی را شکست داد و صاحب شاهجایزه گردید. زاهد حسینوف در رقابت مقابل سید جمال علی مردانوف برای مکافات عالی автомашина ناکام شد. یادآور می‌شویم که این پهلوان ازبکستانی همیشه در مسابقه های گوشتنگیری کشور ما شرکت می‌کند و چندین مرتبه صاحب شاهجایزه هم گردیده است. ولی این نوبت کسبیت بلند سید جمال علی مردانوف پهلوان موفق تاجیکستانی او را از مکافات عالی محروم کرد. با یک پرتافت دیدنی علی مردانوف رقیب را تسلیم کرد و شور و شوق مخلصان را بیدار. من ساول همین جایزه که امروز نصیب شدم همه بود دستگیری پدرم که مرا خیلی دستگیری کرد. من با این کس میبخشم. ما همه ورزشگران باید شکرانه از اون کنیم که چنین دولت تنج آرام دارین، چنین سرور غمخوار و مهربان دارین که با ما ورزشگران چنین چاره‌بینا شرایط رو فراهم آورده است. من صاحب چنین شاهجایزه میشم. من باری سوم است که با زاهد خوزویی میکنم. با سوم است که من او دست بالا میشم والی میام و این غالبیت رو من با کل مخلصانی که در اینجا مرا مخلصی کردن و به همه اینو میبخشم و با باقی مانده ورزشگران بربایی میخواهم تاجیکستان به پیش. ما پدران همیشه کوشش میکنیم فرزندان ما در روی راست در چی وطن دوستی دویم وطن دوست باشند.
هر یک پدر در این پیروزی خرسند می شود. خرسندی به کنار می شود که این یک از دولتی دیگر و فرزند چی میکنه غلبیات به دست میارد. این هم یک خرسندی است، این هم یک پیشروی مردم تاجیکستان است. من آفرین میگویم بر چوربینی تشکیل کنندگان چوربینی امروزه. талоши дигар паҳлавонон низ барои касби мукофотҳои арзишманд хеле зиёд буданд, вале бештари нерӯсанҷиҳо мусовӣ анҷом шуданд. ҳамин тавр комруншоҳи уступириён бо ғазалшоҳи давлатшоҳ аз ноҳияи ёвон барои касби шоҳҷоизаи сеюм ба майдон баромаданд. албатта таҷрибаи ғании комруншоҳ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ имрӯз барояш кӯмак кард ва дар як ҳолати мусоид ӯ мавқеияти хубро пайдо карда ғазалшоҳи давлатшоҳро ба тахтапушт афтонд ва соҳиби шоҳҷоиза гардид. مثل هر ساله بهترین میدان گشتین ورزشی گشتین ملی اجدادیمان گشتینگی ملی که جهانی گشت همه ساله در تمام منطقه‌های جمهوری خصوصا در خاولینگ باستانی مسابقه برگزار می‌گردد. همه ساله محض این تنجی امانی همش باعث صلح و وحدت ملی استقلالات وطن عزیزمان است که ما امروز می‌توانیم ورزشکاران شجاع وطن در میدان‌های داخلی با پهلوانان همسایه کشور و پهلوانان داخلی قوازمایی کنیم و در آخر فینالی باشه با یک پهلوان خوبی تاجیکستان غزلشاه دولتشاه ما قوازمایی کردیم و نصیب شاهجایزه گشتیم. من برای همه مربیان خود، برای آن کسایی که با من در این طول کارنامه ورزشم با من بودن کمک کردن مینداری خود را میرسانم. این بسیار بسیار برای پدر، برای مربی وزنین ترین عمر عزیز ما با گذشت. خوشبختانه من از 33 سال دارم، من 15 سال بازه که 16 سال بازه پرچم تاجیکستان در سر کفت این است و امروز خوشبختانه 8-9 نفر شاگردانش، پیروانش آمده از نام ولایت سرخ، از نام پهلوانان کوهستان مستشاه میدانداری کردند و نصیحت ما همین است: شما تنها اول به مهمانهای از بیرون آمده گوشتین گیرید. جوانمردای لنگلی فقط به مهمانها خیلی شکر الله که مهمانها تمام شدن، همه را زدن. بعد در آخر کامرانشاه با یک پهلوان خوب تاجیک گوشین گرفتن. خیلی ما بسیار منتداری خود به کمیته تشکیلی، به حکومت ناحیه، به جوانمردای بسیار عالی همت این ناحیه آبادان میرسانم که خدمتانی کردن و شاه جایزه را به نام کامرانشاه موندن و او غلبه کرد که باعث خرسندی تمام مردم مخلصان گشت. سلامت باشید. дар умум ҳар ғалабаи паҳлавонон зери таваҷҷӯҳи мутаассидиён буда онҳоро бо мукофотҳои арзишманд қадршиносӣ мекарданд. дар идома талошу муборизаи иштирокчиён барои 3 автомошинаи дигар пуршиддат ҷараён гирифт, вале бештари рақобатҳо мусовӣ анҷом мешуданд ва 3 шоҳҷоизаи дигар ғолибони худро пайдо накард. дар умум майдони гӯштингирии ноҳияи ховалинг барои аксар паҳлавонон бобарор анҷом шуду барои қисми дигар бошад он қадар натиҷаи хуб ба бор наовард. ҳамин тавр дар гӯштини ховалинг 2026 3 нафари муваффақ комруншоҳи устопириён, мирзоҷамил рамазонов ва сайҷамол алимардонов исми худро то мусобиқоти баъдӣ сабт намуданд ва майдон ба номи онҳо гузошта шуд.